سلام، چطوری؟ خوبی؟ بعد از کلی وقت بالاخره از اسایمنت هم امروز آزاد شدم. آخری رو آپلود کردم، زدم از خونه بیرون. بعد از 2 هفته است من از خونه اومدم بیرون. دلیل نبودنم این همه وقتم همین بود و اومدم و کار هیجان انگیزی که دارم میکنم چیه؟ اینه که اومدم سوپرمارکت ویفرم میخرم. اینم بگم از اونجایی که مثلا یه مدت که آدم فیلم نمیگیره و هم اینستاگرام هم یوتیوب فعالیت نمیکنه، اصلا از تو فازش میاد بیرون. صرفا این ویدیو جنبه اینو داره که من برگردم تو فازش. همین دیگه. Thank you. ببین اینجا آرگوسه، یه فروشگاهیه که همه چی داره. بعد اینطوریه که اینجا میگردی اون چیزی که میخوای و اینطوری از اینجا پیدا میکنی، بعد کدش رو بهشون میگی، مثلا کدش رو بهشون میگی و اینجا به تحویلش میدن. پلاکش هم تهرانه نشته. اینجا سوپرمارکت ایرانیه تو محلمون. بعد دم درش هم یه پیکان همیشه پارک. امروز آسمون آبیه. بعد دیروز بود داشت برف میومد. دیروز داشت یه ذرم برف میومد و امروز واقعا هوا خوبه، یکم سرده ولی فکر کنم واسه ژانویه خیلی هوا خوبی باشه. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. خیلی بدیم بخریمش واسه تو به من بیاد مردونه با مزه است. بگیر میدم نگم بزرگه بس. سبزه بهتره، سبزه خوشگل داره کلا. اینم بود اینم به تو خیلیه مردونه. یه کلاه تو سبزه رو بردار که به شرطی که به شرط یه کلاه زندم تو پرامارکت تو بگیر. نه من نمیخوام. از این لحاظ دارم میگم بردار که شبیه شرلوک هولمز میشی نخوشم. تو دوراهی خریدن یا نخریدن این گیر کرد. تو بازش کنم
واقعا بخرید؟ آره نمیدونه قیمتش هم 40 پونده. بالاخره میخوام اینو بگیرم، هرچند که بعد پدرم در میاد موقع اسباب کشی، چون خیلی دارم خریده اضافه میکنم، ولی اینو چون واقعا دوست دارم داشته باشم دیگه تصمیم گرفتم امروز بگیرمش به عنوان جایزه تموم کردن ترم. این چرا با من زن اینا بعد بذار این هم نشونتون بده. این ماگه این مثل گارسیه گربه. این کریسمس کرول هم من دوست دارم بگیرم، واقعا باید دست نگه دارم. اون بالا سبزه هست پرسویژن، اون هم باز دوست دارم بگیرم. کلن که دوست دارم اینا رو کالکشنشو داشته باشم. این انتشارات پنگوئنه و خب واسه الان همین فکرم کافیه. بقیه شد این چیز شازده کوچولوه Great Expectations و کارت دانشجویی واترستونز. اگر که احتمالا اگه اینجا هستید میدونید 10% تخفیف دانشجویی داره رو کتابش. به عنوان آدمی که الان زیاد مدت هاست آشپزی نمیکنه، نمیدونم چرا از دیدن کتاب آشپزی حس خوبی پیدا میکنه. بذار بهتون یکم نشون بدم. یه کتاب هم سری پیش اینجا دیدم دفعه قبل که اومدیم، غذاهای ایرانی بود. بذار پیداش کنم. پرشن فوده. بعد از این یه چیزایی توشه که اصلا ایرانی نیست و بعد نویسندش هم اصلا ایرانی نیست. نویسندش سابرینا او فامیلیش ایرانیه، غیور، ولی سب کنید توشو بهتون نشون بدم. ما اصلا همچین غذاهایی نداریم. داریم یا این چیه؟ این ماسو خیاره. حالا این یه دونه رو داریم، هرچند شکل ماسو خیار نیست. میبینی تقریبا هیچ کدومش آشنا نیست. ولی بهشون میخوره خوشمزه باشن. دوستم بگیرم اینا رو، کتاب آشپزیه، ولی نه جا دارم نه آشپزی میکنم. میبینید اصلا هیچ کدوم شما از این چیزا نداریم. اصلا بیشتر عربی میخوره باشه. دریغ از این که یه دونه قرمه سبزی تو این گذاشته باشه. حوصله‌تون رو سر نبره. اینم فکر کنم میخوره ایران باشه. دی
art of looking up. به یاد مدرسه منچینه خدایا زبونم دارم مسجد شیخ لطف‌الله میافتم. علی میگه احتمال داره که این خود شیخ لطف‌الله باشه، ولی من جزئیات سقف شیخ لطف‌الله رو یادم نیست که خودشه. مسجد امامه. آره واقعا ایران بود دیگه. بذار بعدش هم بریم. اینجا کجاست؟ اینم اصفهانه. آره بعد از بین همه اینا ببین این مثلا ایتالیاست. برا رو جلد عکس مسجد شاهو، در واقع مسجد شاهو انتخاب کردم. بعد مسجد امام، یعنی در واقع مسجد شاه کلن این که اومدن الان بعد از انقلاب اسمش رو عوض کردن مسجد امام، به خاطر این الحمدلله رو همه شاهی اینا حساسیت دارن. شاه عباسه، ربطی به شاه پهلوی نداشته. به هر حال اومدیم اینجا یه چریتی شاپ کتاب فروشیه. این کتاب فروشی دست دوم فروشیه که هرچی بخری میره واسه خیریه. بعد اینو پیدا کردم 5 پونده. بعد یه جوری مثلا دیکشنری نه، مثلا دونه دونه توضیح داده که تو اون دوران مثلا بزرگ کردن بچه چطوری بوده، لباس مردا چطوری بوده. مثلا اینجا در مورد لباس مردا، رفتاراشون اینا توضیح داده. مثلا شاید برش داره. نه به موقعی که میگفتم اصلا من دیگه کتاب نمیخرم، نه به الان برش میدارم. ما 5 پوند چیزی نیست. اینجا هم کتابای خوبی داره ولی خیلی هم مقاومت میکنم که نخرم. این میسیز دلوری ویرجینیا وولفه و این بالا کتابای چارلز دیکنز رو داره. نخرم. ویلت، برونته، همه رو میشه از اینجا گرفت. خیلی ارزون. بذار یه موقع دیگه میام بلش کن. چه بامزه است. یادتونه گفتم که هیچ کدوم رو نمیگیرم. 3 تا کتاب دیگه گرفتم. بعد میخنده واسه این که دیگه حجت رو بر خودمون تموم کنیم که امتحانمو دادم تموم شده، اومدیم رستوران کره‌ای دیگه. کره‌ای صداتون نشون بزن. اینا رو به عنوان ساید دیش آوردن. این فکرم جوونه است. اونم کیمچی خیاره منوشه. Yeah. And which of these two do you want? Beef or pork? Pork is my personal favorite. Yeah, okay. Pork. So did you go and cook any drink for you today? No. No problem. Is tablet okay for you? Yeah, it's okay. این شد یه سری فقط مشروب سرو میکنن تو منوشون. بعد ما فروشگاه آسیایی نزدیکمونه. قیمتش مثلا 3 برابر اونجاست. مثلا یه بطری بزرگ شراب برنجشون اینجا مثلا میتونی بخری 5 پوند. بعد مثلا توی این تو منوشون داره میفروشه 16 پوند. واسه این تصمیم گرفتیم درینک نگیریم. بعد آپشن نوشابه و اینا هم نیست دیگه اینجا.
کنم یه چیزی خودشون آوردن نوشیدنی میز بود بذار برگرد. بذار کتابه که خریدم رو نشونتون بدم. اینه که از همون واترستونز خریدم. اینه همه اینا رو من قبلا خوندم ولی نمیدونم چرا، چون شاید خیلی ارزون بود و دست دوم بود. کتاب دست دوم یکم هویت دارن، حس خوب میدن. هم بیلت شارلوت پرنت هست. اینم که اینه. قول میدم دیگه نخرم کتاب تا وقتی که خونمون رو عوض کنیم. غذای منو آوردن، غذا علی رو هنوز نیاوردن. اینو باید هم زد با این سوسه. بذار همش بزنم. برنج روش سبزیجاته. از خودم بگیر نه روش سبزیجاته و یه سوزه من هم زدم یه همچین چیزی شد. نه غذا عادی، خورش تا کیمچیه با فقط توش گوشت خوکه. اینم ازش پرسیدم که با خوک پیشنهاد میدی یا با بیف؟ گفتش که من خودم پورکو بیشتر دوست دارم. بیدار برنجت از برنجای ما سفت‌تره یه ذره، من خیلی خوشمزه است. این خیلی خوشمزه. توفوه و کیمچیه. از من هر دو تا غذا رو خودم انتخاب کردم. جفت غذایی که من انتخاب کردم. خیلی میرم طرف دارد خیلی خوشم بند میمون مثلا این چیه پنیره این؟ توفوه مثل مداد دست گرفتن. من خودم بلد نیستم، من باشم یادم. نگاه اینو باید بذاری اینجا، اینو میذاری اینجا، اینجا میذاری، اینو میذاری اینجا و این دیگه بی‌تحرک، این دیگه وایساده. بعد اینو با این دوتا میگیری، اینو رو تکون بدی. من انگشتم گنده بهتره که نه نکن. از بیس با من بیا، دوتاشو بذار، دستو اینجوری بگیر. انگشتم اینو بذار اینجا. خب اینجاست. نه قشنگ محکم. خب بعد رو این انگشت سخن اینجاست یا روی این. اینو دیگه محکم نگه دار. خب حالا دومی رو با این، یعنی اونو بذار روی انگشت کوچیکه، دومی رو این دوتا ستا نگه دار. بعد این بالاشو هم باید نگه دار، خیلی نباید دستتو بیاره پایین. اینجا نمیشه من انگشتم گنده. خب انگشتات گنده باشه بهتره. از این بر نگاه کن. اینو اول ست کن که اصلا تکون نخوره. وقتی اصلا تکون نخوره دستتو بیار من بعد نگاه کن. دستو باز کن. این دوتا انگشتو بچسب من.
دیدی شد روش کدام شد اون کاری که تا نشستیم من اینو بگم بعد دیگه همینجا این ویدیو رو تمامش کنم. یه دونه ویدیوی دیگه یعنی یه عالمه من فیلم دارم از شب یلدا که واسه اولین بار بود که یه جشن ایرانی توی دانشگاه ما برگزار شد، چون اصلا دانشگاه ما کامیونیتی ایرانی ها نداره. حالا ما خودمون میخوایم یه دونه تشکیل بدیم، بعد خیلی جشن خوبی شد. حالا احتمالا اول اون ویدیو میام صحبت میکنم در موردش، مثلا توضیح میدم که چی شده چطور شد، ولی احتمالا اینو الان ادیت کنم اول بذارم، بعد دیگه سعی میکنم بیشتر بیام، بعدیش ویدیو شب یلدا رو بذارم و اینکه مثلا از فاز یلدا اومدیم بیرون خیلی گذشته و سعی میکنم بیشتر. مرسی که دیدید ویدیو.